با سلام خدمت دوستان عزیز. یکی از سوالاتی که قبلا در موردش که البته توضیح گذاشته بودیم ولی باز هم به طور مکرر در مشاورها یا تو بیبی سوال میشه، مسئله این هستش که آیا بعد از جراحی پروتز سینه فرد قادر به شیردهی هست یا نه؟ ببینید، روش‌هایی که در حقیقت گفتم برش‌ها به چند صورت هست، یا برش زیر چین سینه یا دور حاله و یا ناحیه زیر بغل هستش. در برشی که دور حاله داده میشه احتمال آسیب مجاری شیری وجود داره، ولی این به این معنا نیست که کسی که حالا پروتز سینه انجام میده یا لیفت سینه انجام میده و یا حتی کوچک کردن سینه انجام میده کاملا توانایی شیردهیش رو از دست بده. در مواردی هم که روتین ما هستش و عمده‌ترین روشی هستش که پروتز گذاشته میشه که برش زیر چین سینه هستش، در این برش اصلا مجاری شیری دستکاری نمیشه، خصوصا وقتی که ما دوئل پلن میریم یا زیر عضله نصفی اصلا بافت پستان هم دستکاری نمیشه و با همین برش میریم و آزاد میکنیم و اصلا مجاری شیری که عمدتاً تو این ناحیه متمرکز هستن آسیبی نمیبینن. بنابراین جواب این سوال این خواهد بود که معمولا با جراحی پروتز توانایی شیردادی فرد تغییری نمیکنه. سوال دیگه که پرسیده میشه اینه که آیا به وقتی که بعد از عمل جراحی پروتز زایمان یا شیردهی داشته باشیم آیا فرم سینه ها تغییر میکنه یا نه؟ جواب این سوال به این صورت هستش که شما چه پروتز داشته باشین و چه پروتز نداشته باشین، به طور معمول تغییرات هورمونی دوران واردی و خصوصا اون تغییراتی که تو دوران شیردهی انجام میشه در اکثریت قریب اتفاق خانم‌ها فرم سینه ها تغییر میکنه. حالا تو بعضی‌ها ممکنه افزایش حجم پیدا کنن، سایز حاله بزرگ شه، نوک سینه بزرگ شه و یا افتادگی پستان پیدا کنن. حالا همین مورد در مورد فردی که پروتز سینه هم میذاره هستش، یعنی فردی که پروتز سینه میذاره ممکنه بعد از زایمان دچار افتادگی بشه یا تغییر سایز بشه. حالا بسته به اینکه این تغییر سایز و افتادگی در چه حدی باشه، گاهی اوقات با تعویض پروتز به تنهایی این مشکل برطرف میشه در صورتی بیمار تمایل داشته باشه و گاهی اوقات هم اونقدر افتادگی زیاده و یا حتی استریا پیدا میکنن که با تعویض پروتز مشکل بیمار حل نمیشه و در اینجور مواقع یا باید لیفت انجام بشه، لیفت پروتز، و یا اگر سایز پستان مناسب باشه میتونه پروتز رو خارج کنه و صرفا لیفت رو به تنهایی انجام بده. پس اینم جواب این سوالی که به طور معمول پرسیده میشه که دوران بادر و شیردهی چه تغییراتی میتونه در عمل جراحی پروتز سینه داشته باشه. ممنون از توجه شما.